ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори 12-ро аз рӯи достони нависанда Шераки Ориён ишқи осону мушкил дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Қурбони Собир бишнавед. Шераки Ориён. ишқи осону мушкил. ишқномаи Саттор Баҳман. از میان چند ساعت دیگر گذشت و خودی من هم رفتم از فرودگاه، ولی به خاندانم نرفته. جای کار آمده بودم و نشستم کرسی دفترم. دستم به کار نمی رفت. باز ساعت گذشت یا کمتر یا حالا افزون ندانستم. کرخت و پکر بودم. چونین می گذشت وقت یکسان، بلکه آواز ناگهانی تلفن لرزانده بود مرا. مگر زوجم باشد که باز به سراغ من شده؟ شاید دشنام بدهد برای در فرودگاه بودنم و آنجا نغمه به میان آوردنم، بلکه جزا مقرر کردنش ممکن بود برای این. تلفن زنگ میزد همانا و ناگه احساس کردم از شهرستان دیگر باشد، بلکه از کشور دیگر که آوازش چنین دنباله‌دار و با تکرار می آید. پروفسور به یادم رسید و گوشک را برداشتم. با هیجان و اضطراب چنین کرده بودم: یا شاید پروفسور را در فرودگاه شهرستان دیگر دست گرفته و اکنون به من خبر دادنی با خواهش مخصوص زوجه خودم، یعنی با این مشت مرا به حالت مقرر و سابقه برگرداندنی باشند. آواز آرام و آسوده آمده بود از گوشک تلفن. دست اونجا بودگی ها نرسد به اینجا. دمی خاموش بود و مقدم از کنده گشتن علاقه برافزود: تو مرا خلاصگر شدی و اندرون سملیات فکر میکردم از نو دایری نوشته های اولت، نوشته هایی که پاکیزه و آراسته، پرمضمون و باریده بوده، مثل آب چشمه عادی کوهستان که در اصل معجزه جان بخش دارد. شاید این وابسته بود به چشمه‌ای که آن وقت آب می گرفت الهامت و زندگیت. چشمه عادی ولی جان افزا. به اختیار درباره چشمه عادی نظرناگیر که در اصل پاکیزه و حیات بخش بود خیال می کردم، یعنی دایره مبارک، مبارکی پر محبت، جان فدا، ناتکرار و جان بخشا. دست به کیسه پیجکم بردم تا روی مالچه خود را بیرون آورده، عرق سردی در پیشانی و بالای لبم پدید آمده را پاکیزه بکنم. از جیبکم غیر روی مالچه کاغذی هم بیرون بیامد. چی باشد که پیش نبوده؟ کاغذی قطع شده را کشیدم، نظر بیانداختم. گویا تاریخ نامه بیمار بوده. از نام و نسب بیمار چشم کندن نمی توانستم و طوفان هیجان ویجی راست زده می گذشت از وجودم. هرچند پیشکی چنین بودنش را گمان داشتم، بلکه گمانهای وجودم یقین می شده. این کاغذ دوام سرگذشت شنیدم بود، یعنی تاریخ نامه بیمار که پروفسور از باعث وی رانده شده از مضافات کناره. بیمار ثبت شده نام و نسب همسری من بود، یعنی بی جمال عبدال. کارش جایی بود که در سابق فعالیت می کرد همسری من. مضافاتش همان مضافات دور که در سابق همسری من میزیست
و هنگامی اونجا به سفری خدمتی رفتنم به اداره اساسی اینجا در آمدنم با وی شناس گردیده بودم. یعنی دمی که شخص اولی بعد قرهبیکوف به کار آمده فعالیت داشته، بلکه به وسیله این دکتر چقدر گناه و جرمی منطقه را ندیده بودم که بانو با سحر و جادو و سهل و آسان از آنها دور برده توانسته. یعنی همیشه وظیفه‌ای به وی سپاریده راهبریت را که پنهان کردنی کمبودی بود تا من بر اینها نبینند و آشکار نسازند و ننویسند روپوش میکرده بانو، یا همچو ملایم کننده استفاده می شده، یعنی همچو سپر و رزویچک استفاده می شده از جانب راهبران اولی منطقه. با کسانی امثال من برای تفتیش آمده چونین بازی می کرده بانو، یا در زور آمد و ضرور آمد، یا از روی هوس جسمی جوان خود با چند نفری اونها خواب و خیز هم می کرده که یکی اش بوده خود من. یعنی برای چونین بازی ها که اکثرش نهان جریان داشت آفریده شده این بانو، بے پروای و به حضور خواب و خیز می کرده با مردان که یقین می دانسته در قدش فرزند نروید. یعنی بعد جراحی دیدنش و بیرون کشیدن حملش، یعنی فرزندی بیجی حرامی از قرهبیکوف رویده به چنین حال فتاده بود. خلاص وظیفه و سپارش شخص بالا را اجرا می کرده وی ماهرانه، استاکارانه و مدام در چنین بازی ها بوده با تفتیشگرانی آمده. برابر منفعت های شخصان اول را حمایه کردنش نهانی از پس منفعت های خود هم بوده. برای همین زیر نظر کرده مرا پیچانده، بلکه چنین توانسته. خلاص پروفسور بیهوده نگفته که در بیزوریاتی خاندان ما عیب من نباشد، چون پروفسور به معاینه کردن و طبابت زوجه من آمده از دیدن ناگهانی وی رنگش دیگر گردیده شخ شده، بلکه شراب تلخ نوشیده زوجه مرا معاینه نکرده خسته و رفته. زیرا میدانسته بچه‌دان و حملدان زوجه من فعالیت فرزند آوری خود را کیها گم کرده، یعنی از باعث برکنده گرفتن فرزندی شکل گرفته قرهبیکوف، بلکه زوجه مرا گرفته خون همون فرزند شکل گرفته و زنده که بعد از حمل کنده گرفتنش مرده، پسان تربتش غیب زده. کسی که باعث رانده شدن طبیب از مضافات گردیده و بعداً در پایتخت پسی پرده شوهرداریش پناه مانده، از بدنامی مضافات فراموش گشته، ولی در نهایت با مردان مقامات بالای اینجا نیز علاقه نهان دریافته، با وسیله آنها به این و آن ضربه ها می زده. یعنی عادت کرده بود به این. خلاص بازی های داشته پسی زنی نویسنده معروف و پاکیزه‌کار و پاکیزه دل بودن. من در اداره کاریم شخ شده می نشستم از چنین اندیشه ها. اطراف تیره می گردید یکسان، مثل فکری تیره گشته من بود. باز چه هنگام گذشت نمی دانستم. کسی به من زنگ نمی زد، حتی بانوی خاندان. شاید آن نازک فهم و نازک ادا صرفم رفته که پروفسور رفته و من دیگر آن هم صحبت و هم نشست، بلکه کسی ندارم که به ویران کردنم دست داشته باشد. زوجه این چنین یقین می دانست نزد بانوی چاپگر که یک زمان در حیاتم بوده، مبارک نام داشته، همچنین رفتن نمی توانم.
بلکه اون بانو قبول کردن نمیتواند مرا، زیرا شوهر و فرزندان دارد بسته آنها مانده. یعنی زنی خاندانی مرا دلش پر بود از این جهت که علاج نیافته برگردم نزدش، برگردم به حولی محتشم، به آغوشی کالای ناتکرار و ارگینالی اونجا. آخر از کجا یافته بتوانم دیگر چنین مکان و منزل، این خانه و در که از پسی موزدانه چاپ شده های من و اثرهای من شکل گرفته با غناوت گردیده. یعنی اثرهای من چی خوب و چه ناخوب به نشرش وامی داشته زوجه، به قول خود مساعدت می کرده که این هم مبلغ علاوه آورده می توانسته و آن را استفاده می برده برای بیشتر ارگینالی کردن خاندان یا در راه مهمانان معتبرش. یعنی ایجاد من کیها برای زندگی من و برای تکان بخشیدن زندگی جامعه نبود، بلکه برای زوجه و نیازهای او و خان پرناز و عمارتی دبدبناکش خدمت می کرده و برای همین لازم بوده. اون زنک هنوز دل پر مانده که بر می گردم نزدش که هر چیزی یافتم در دست او باشد، از آن او مانده. ولی به عوض همه این برای من فرزند هم نه آورده، حالان که مبارک 3 پسر آوردنی بود، پسرانی که همه‌شان شبیه باشند به من. یعنی از من حذر نمی کرده و آوردن فرزندی هم شبیه هم نشان محبتش بوده وابسته من. لیک زنی خاندانی من معلوم شده که در اصل از من و شبیه من دلش نهانی بی‌حضور می شده و از آن چیزی که از من به وی لازم و لازم مانده آبرو و مبلغی دریافتم بوده که پس آن بازی های دیگرش را عملی کرده بتواند. بله، به علاج مانده بودم در دفتری کاری خودم، بلکه روی کرسی های اینجا پینک رفتن می خواستم، هرچند که خواب به چشمانم نمی آمد. روزی دیگر برایم برقیه رسیده، بلکه نسخه نامه پروفسور که آن زمان چنین برقیه نامه ها رایج بوده، بلکه برقیه پوشیده یعنی سربسته. شاید اولین کاری که پروفسور در مهمانخانه یا شاید اجاره خانه کشور دیگر انجام داده نوشتنی این نامه بوده برایم. در اصل از اون زنک یا کسانی دیگر که باعث هجرت هم شده قصاص گرفتنی نبودم و تاریخ نامه بیمار را همچنین بردنی بودم با خودم. اما درباره اثرهای تو، خاصه اثرهای اول ایجادت و استعدادی تو اندیشه می کردم، استعدادی که در نوشته های اولت جلاها داشته، بلکه جلاهای خاصه. همین طور با شما نیو اکنون با تو مراجعت کرده بود بر من. آن زمان با تو مراجعت کردن نشانه آشنایی و قرینی شماریده می شد و به این سبک ادامه داده بود نامه خود را. ولی بعداً نوشته به نوشته خیره و فراگیریش تنگ و صمیمیتش کمتر گشته ایجاد تو را، بلکه گویا بین غبارهای بیشتر مانده بودی که هستیت را فراگیر می شده. ولی چون به چشم تو می نگریستم، در عمق آنها هنوز استعداد و اندیشه های باقی مانده و تا آخر فنا نگشته را احساس می کردم. همین چیز مرا وامی داشت از بحر اون تاریخنامه بیمار نبرآمده به جیبکی تو اندازم. وقتی که آمدی فرودگاه تلاش کردی برای نجات بنده، به جیبکت انداختم که شاید تکانی دیگر داده تواند برای نجات معنوی ایجادگر.
ایجادگری که همه قابلیتش را قریب از دست داده، یعنی در ریانیماسیون معنوی افتاده، ولی نجات یافتنش ممکن تا هنوز ممکن باشد اگر به هستی پکر شدهش وارد شده تواند کسلراد تازه، یعنی هوای مساعد و فارمی. اما چطور و از کجا باید رسد هوای مساعد برایت؟ این را نمیدانستم و هنوز ندانم، ولی همین را یقین بدانم که بزرگانی از همه بزرگ عالم به تکان و بدبختی و افت و خیز پرواز نو نیافته و جایی نرسیده. مغز گریه‌هایش کشاده شونده من مگر چنین می‌بافت یا می‌خواندم ادامه نام نسخه را؟ یگان نیتی بد نداشتم وابسته ای تو، بلکه شاید همچو روحشناس می‌خواستم درد اساسیت را معین کرده باشم تا شاید از پی طبابت شده توانی. البته زوری تو نرسد به محیطی که عادت کرده ای. بعد با اون خصلت مدام کم حرکت ایجادگریت آسان نیست رهایی یافتن، خاصتاً از چنگال آنهایی که تو را کیها همچون لختک پرجلا به دست دارند و پس آن جرم و داغ‌های خود را نهان دارند. از این باعث نخواهند با سهل نادرست جنبیدنت حقیقت در دنبال نهان اونها نمایان بشود، یعنی اصلی کجوکلیب آنها به چشم برسد و باعث ناآرامی و بی سرشتگیشان بگردد. آنها تو را جنبیدن نمانند و اگر از حد زیاد تلاش جنبیدن ظاهر بسازی، سری اضطراب و قهر قبضه های آهنین خود را سخت‌تر فشارند که در میانش مجق گردی، خاک و تراب شوی و بعد این آردک را همچون چیزی نفرت آور از روی کف پوف کنند. دستان پاکیزه و هرگیز به ناپاکی و خیانت و ناسازی آلوده نشده خود را دور و دراز صابونشو سازند تا این دستان از نو به نظر اطرافیان و جامعه سفید و پاکیزه بتابد، دلربا و سیرگر بنماید. با وجود این تاریخنامه بیمار همان تکان بخش خود را ماندم که شاید تو را هم تکان داده تواند، زیرا بارها فکر کردم در دنیای دیگر نزد خداوند چی خواهیم گفت که برایمان استعداد بخشیده و ولی بعضی خود را به پنجه آنهای انداخته یا در پنجه آنهای مانده که پرواز بلندی همین استعداد را نخواهند، بلکه همان قدر امکان بدهند که برای خودشان لازم، نه از این زیاد. یعنی بعضی امثال پرده پیش صحنه شده ایم که هرچند یک جزءش از کلمه پر عبارت ولی پرواز ندارد، بلکه با تنابها بسته شده که از خط حرکتی معین کرده بیرون رفته نتواند. ولی در این دنیا همیشه تکان لازم، یعنی برای آن که یا تیری زمین شوی یا زیر زمین. شاید برای همین مرا خداوند بار دیگر با دست رقیبانی کینتوز به تکان آورده که پرواز دور و بلندتر گرفته توانم، هرچند ندانم در پیش چی باشد و چی ایستاده. این نامعینی همیشه وجود دارد در زندگی. با وجود این گاه پرواز بلند و دورتر لازم برای هر ایجادگر، زیرا ایجادگر همسان پرنده‌ای باشد که گر بففتد نه در قفسی تنگ نظری و پابستگی ها ففتیده باشد، بلکه در آسمان های بلند و دور ففتیدنش رواست. برمی آید پروفسور نیرنگ و سحری این بانو
و همنشین و هم طبقهای ورا میدانسته و به تشریح گفتن میخواسته. به ملکهای دور و کشورهای عظیم که من رفته دستی چنین نفرها نرسد و کوتاهی بکند، ولی دستی آنها همیشه به تو رسیده تواند که باعثی دریغ و افسوس باشد. آنها خوجین ملک کوچک حدود، کوچک تفکر و کوچک همت مانده، نه صاحب عالمی کبیر و عظیم. اما افسوس تو این سو پرواز گرفته نتوانی، ولی اقلاً چهره اصلی اطرافیان خودت را شناختنت، کی بودن اصل آنها را دانستنت ضرور. زیرا ایجادگر حتی در زندان پرواز فکری و ایجادی داشتنش یا ظهور کردنش لازم. بسا حبسیانی باشند که از محکمه خلاص نشوند هم جرأت و قدرت دریافته آنجا خود را همسان پرنده آزاد بگیرند. در اینجا هم فکرشان را به پروازهای بلند و فراگیر بدارند. باقی خودت دانی، زیرا حیات هر کس را خودش بسازد، نه کسی دیگر. قصه کوتاه تو به من مراجعت کرده بودی که همچون طبیب مددگارت بشوم و طبیب چون به درمند مددگار شده نتواند عذاب بکشد، در خجالت بماند. به من نیست چون این حالت روی داده و بعد دریافتم به تو از طبابت جسمانی دیده، هرچند طبیب اصلا جسمانی مدد کند، مددی روحانی بیشتر ضرور. مددی روحانی که از وضعی بوده رهایی بیابی و هیچ نه بدانی در چی وضع و حالت گرفتار مانده ای. این بسا ضرور باشد برای ایجادگر. نزد تو یعنی به دفتری کاریت چند مراتب رفته آمدنم، این نامه را فرستادنم مددی روحانی من باشد برای تو، بلکه تلاش برای چنین مددگاری. ولی طبابت این دردها از من دیده به خودت بیشتر وابسته. یعنی می توانی در حیات سابق بمانی یا علاج دریافته پرواز بگیری و بیروی جانب آینده تماما دیگر. اکنون در پناه خداوند گذارمت، وگر هم دیگر را یگان مراتبه دیگر دیدن میسر نگردد، ولی فراموش نباید کنیم در فکر پرواز و پیشروی باید بودن. به هر حال خود را اندک آسوده کرده توانستم که هیچ نه برایت باز یک مصلحت دیگر دادم، همچو هواخواهی ایجادت. نامه برقیه می لرزید میان دستانم. با یک درد و دریغ از سری نو احساس می کردم کتاب‌های من بمیرد همراه من و برای آینده نماند غیر یک مقدار نوشته های اوله. فرزند هم نماند از منی فریب خورده تا به آن نگریسته بگویند زیسته بود مرد و این فرزندان نشانه باشد از وی. فرزندانی مبارک باشد بمانند همچون نشان مرد دیگر. دردی بی حد را احساس می کردم، بندی دلم چنان که پدر درد مردن فرزندان عزیز را احساس بکند. بله، مرگ بسا اثر و فرزندان که برای من به دنیا می آمده و اما نه آمده احساس می کردم با تمام رنج و فغان تلفاتش. شما گفتاری 12 رو از روی داستانی نویسنده شیرکی آریان عشق آسان و مشکل در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان قربانی صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجاєв. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.